الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. سلام دوستان، به کانال یوتیوب تریبون خوش اومدید. ما قراره توی این قسمت سرگذشت اسرائیل رو براتون تعریف بکنیم و این قسمت پنجم و آخرین قسمت از ویدیوکست سریالی ما در رابطه با سرگذشت اسرائیل. ما توی این ویدیوکست که قسمت‌های قبلیش رو توی همین کانال آپلود کردیم در رابطه با سرگذشت اسرائیل صحبت کردیم و به صورت کاملا خلاصه از زمان حضرت ابراهیم، تشکیل دولت اسرائیل و جنگ 6 روزه براتون توضیح دادیم. و قراره توی این قسمت از سال 2000 میلادی به این طرف رو براتون به صورت کاملا تحلیلی توضیح بدیم. ممنون میشم که تا پایان این ویدیو هم ما رو همراهی کنید و اگر از محتوای این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و اون زنگوله بالا رو هم بزنید تا از انتشار باقی ویدیو ما جا نمونید. به اینجا رسیدیم که در جنگ 6 روزه اسرائیل خیلی راحت تونست اعراب رو شکست بده و قدرت و برتری خودش رو به اعراب و تمام دنیا نشون بده. اسرائیل یکی از بزرگترین و در واقع میشه گفت مهمترین متحد آمریکا در منطقه است. طوری که آمریکا حتی در یک جا اعلام کرد که اگر اسرائیل وجود نداشت ما مجبور بودیم یک اسرائیل در خاورمیانه بسازیم تا از منافع و منابع آمریکا در خاورمیانه دفاع بکنه. رابطه بین اسرائیل و آمریکا در تمام دنیا یکی از عجیب‌ترین روابطه. به قدری رابطه این دوتا کشور با هم دیگه قویه و به قدری اسرائیل در خاک آمریکا نفوذ داره که هیچ کشوری نمیتونه واقعا این نفوذ رو در خاک هیچ کشور دیگه‌ای داشته باشه، حتی اگه مستعمره اون کشور باشه. آمریکا سالانه میلیون‌ها دلار یا میلیاردها دلار به خاک اسرائیل سلاح میفرسته و حتی محصولات اسرائیل رو خریداری میکنه. بنابراین همین موضوع از نظر اقتصادی به صورت کامل اسرائیل رو داره تأمین میکنه. جمعیت اسرائیل هم اونقدر زیاد نیست که مثلا بخواد تحت فشار اقتصادی باشن، اما اونا بیشتر چیزی که روش زوم میکنن منافع و منابع دفاعیشونه. از وقتی که اسرائیل تشکیل شد و حتی قبل از اون کلی گروه‌های محافظه‌کار وجود داشتن که با اسرائیل داشتن میجنگیدن. گروه‌های مسلح و شبه نظامی، گروه‌هایی که به مرور زمان نابود میشدن و گروه‌های دیگه جای اونها رو میگرفتن. گروه‌های مختلفی هم بودن در کشورهای مختلف که با جبهه اسلام سر و کار داشتن. یکی از بزرگترین و قدرتمندترین این گروه‌ها اخوان المسلمین بود که در مصر داشت فعالیت می‌کرد. اخوان المسلمین خیلی سریع تفکر و ایدئولوژی خودش رو به تمام کشورهای اسلامی صادر کرد و خیلی از این کشورها رو هم شلوغ کرد. یکی از اون کشورها هم ایران بود که به وسیله نواب صفوی این اتفاق توی ایران افتاد، اما اون هم شکست خورد و نواب صفوی هم اعدام شد. ایران تنها کشوری بود بین کشورهای اسلامی منطقه که شیعه بود و قدرت زیادی هم داشت. در اون دوره محمد رضا شاه پهلوی در ایران حکومت میکرد که یکی از مهمترین و قدرتمندترین متحدان آمریکا هم بود. از نظر نظامی به شدت به آمریکا وابسته بود. هیچکس حتی فکرش هم نمیکرد که یک روزی در ایران انقلاب بشه توسط اسلامگراها و این انقلاب پیروز هم بشه. اما این اتفاق در عین حال افتاد. اسلامگراها در سال 1357 در ایران انقلاب کردند و پیروز شدند و حکومت شاهنشاهی ایران رو ساقط کردند و محمد رضا شاه پهلوی مجبور شد که از کشور خارج بشه. اینجا بود که اسلامگراها قدرت رو دست گرفت. اما یک چیزی اینجا خیلی جالب بود. اسلامگراهایی که در ایران قدرت رو دست گرفتن سنی مذهب نبودن، بلکه شیعه مذهب بودن. یعنی دقیقاً بالعکس تمام اون گروهایی که داشتن در خاک کشور فلسطین و کشورهای اطرافش مبارزه می‌کردن. و این خیلی چیز عجیبی بود. با این حال اخوان المسلمین و تمام اون گروه‌ها از این انقلاب حمایت کردند. اولین انقلابی بود که توسط اسلامگرها اتفاق افتاد و به پیروزی رسید. شاید اگه تو کشورهای عربی این اتفاق میافتاد زیاد چیز عجیبی نبود، اما اون دوران محمد رضا شاه پهلوی قدرت خیلی زیادی رو به دست آورده بود و اینکه بخواد به این شکل سقوط بکنه واقعا یکی از چیزهایی بود که آدم رو تعجب فرو می‌برد. اما این اتفاق افتاد و ایران انقلابش رو پیروزمندانه جلو برد و یک حکومت و یک دولت مستقل و قدرتمند هم تشکیل داد. ایرانی‌ها در 8 سال جنگ علیه صدام و رژیم بعث عراق هم پیروز شده بودند و تجربه کافی برای جنگیدن جنگ‌های پارتیزانی و جنگ‌هایی با کمترین سلاح و کمترین منابع رو هم یاد داشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در همون سال 57 تأسیس شد، به وسیله گروه‌های شیعه در لبنان گروهی رو تشکیل دادن به اسم حزب الله لبنان. به رهبری سید حسن نصرالله این گروه به طرزی قدرتمند شد که به راحتی داشت در برابر اسرائیل می‌جنگید. گروه‌های دیگه‌ای هم به وسیله ایران تشکیل شدند، مثل حماس به حوثی‌های یمن. این گروه‌هایی بودند که توسط ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حمایت می‌شدند، چه از نظر مالی، چه از نظر سلاح و هر چیز دیگه. ایران این گروه‌ها رو خیلی راحت مستقر کرد و در خاک کشورهای خودشون بهشون پروبال داد. این گروه‌ها به راحتی با اسرائیل می‌جنگیدن و قدرت خیلی زیادی رو هم گرفتن. که قدرتمندترین این گروه‌ها همون حزب الله لبنان بود که سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان تونست در جنگ 33 روزه در برابر اسرائیل موفقیت‌های خیلی چشمگیری رو داشته باشه و اون در واقع سخنرانی معروف خودش رو در همین جنگ 33 روزه، در ماجرای جنگ 33 روزه اقامه کرد. در این جنگ فرمود این خونه، یا در واقع این کشور که این سلاح هسته‌ای رو داره و این قدرت هوایی رو داره، حتی از خونه عنکبوت هم سست‌تره. اما زمینه تاریخی رو میاریم جلوتر. میایم به سال 2023. در اکتبر 2023 اتفاقی افتاد که جهان رو یک بار دیگه در شوک فرو برد. گروه جبهه آزادی بخش فلسطین، یعنی گروه حماس، تصمیم گرفت که به سمت اسرائیل راکت‌هایی رو پرتاب بکنه و شروع جنگی رو با اسرائیل داشته باشه. و این اتفاق هم افتاد. اونا در اکتبر سال 2023 5000 راکت رو به سمت اسرائیل شلیک کردن و خیلی سریع اسرائیل رو غافلگیر کردن. این باعث شروع یک جنگ خانمانسوز برای غزه شد. اونا این جنگ رو در غزه شروع کردن و اسرائیل خیلی سریع به سمت خاک غزه حمله کرد و تا همین امروز در طی 2 سال اخیر اونا دارن با هم دیگه می‌جنگن و اسرائیل هم به هیچ وجه حاضر نیست که از این جنگ کوتاه بیاد. اونا در طی این جنگ تونستن موفقیت‌های خیلی زیادی رو به دست بیارن. به عنوان مثال جنگ با حزب الله لبنان، جنگ با حماس و جنگ با حوثی‌ها. اونا حتی برای اولین بار در طول تاریخ خودشون و در طول تاریخ جمهوری اسلامی برای اولین بار به خاک همدیگه حمله مستقیم داشتن. در این جنگ و در همین نزاع بود که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم کشته شد و رهبران حماس رو هم اسرائیل کشت و خیلی از فرماندهان ارشد کشور جمهوری اسلامی رو هم در خاک ایران به قتل رسوند اسرائیل. در این حال اسرائیل یک جنگ 12 روزه رو علیه ایران آغاز کرد. جنگی که ما قراره خیلی مفصل توی یک اپیزود جداگانه بهش بپردازیم. اما خیلی خلاصه‌وار میخوام براتون تعریف بکنم که اسرائیل در جنگ 12 روزه به صورت خیلی مستقر به خاک ایران حمله کرد، فرمانده‌های ارشد ایران رو کشت و 12 روز در خاک ایران به تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات مهم ایران تجاوز کرد. و ایران هم در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده صادق 3 رو اجرا کرد و تعداد خیلی زیادی موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد و جنگی رو تشکیل دادن که بعدها موسوم شد به جنگ 12 روزه. البته که جنگ بین اسرائیل و حماس هنوز ادامه داره. صحبت‌هایی از آتش بس شد، اما هیچ کدوم از این دو طرف، یعنی نه اسرائیل و نه حماس، به صورت جدی این آتش بس رو قبول نکردن و هنوز هم با همدیگه درگیری دارن و دارن با همدیگه می‌جنگن. و معلوم نیست که دقیقاً کی قراره این آتش بس به صورت جدی اجرا بشه. طبیعیه که از سرنوشت اسرائیل هیچ کس با خبر نیست. جنگ‌ها هنوز هم علیه اسرائیل وجود داره و هنوز هم خیلی کشورها از جمله خود ایران نمیتونن در واقع اسرائیل رو توی منطقه ببینن. اسرائیل هنوز هم توسط بعضی از کشورها مورد رسمیت و مقبولیت قرار نگرفته. با این حال داره از تمامیت ارضی خودش دفاع میکنه و حتی به فکر تشکیل دولت و حکومت مستقل و بزرگ اسرائیل هم هست که بخشی از کشورهای عربی رو هم در بر میگیره. در طی ماه‌های اخیر هم این اتفاق خیلی به صورت روشن افتاد. اسرائیل به کشور قطر هم حمله کرد و خیلی از کشورهای عربی هم اسرائیل رو به صورت یک متجاوز تحریم کردن. اما هنوز هیچ کس نمیدونه که قراره دقیقاً چه اتفاقی بیفته. جنگ‌ها تا همین امروز ادامه داره و معلوم هم نیست که دقیقاً سرنوشت و تاریخ اسرائیل قراره به کجا برسه. ممنون که تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر دوست دارید باقی این مطالب رو ببینید به کانال ما رجوع کنید و 4 قسمت دیگه رو ما در همین کانال آپلود کردیم. و اگر از محتوای ویدیوهای ما خوشتون اومد ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار باقی ویدیوهای ما جا نمونید. ما سعی میکنیم توی این کانال حداقل هفته‌ای بین 2 تا 3 تا ویدیو آپلود بکنیم در رابطه با موضوعات نابی که شما کمتر راجع به اونها شنیدید. ما سعی کردیم توی این ویدیو خیلی مختصر و مفید و خیلی خلاصه وار این داستان‌ها رو تعریف بکنیم. اگر می‌خواستیم که
این داستان‌ها رو به صورت جداگانه تعریف بکنیم، بعد ویدیوهای خیلی طولانی‌تر با تایم بالاتری می‌ساختیم. اما سعی می‌کنیم از قسمت‌های مهم همین مطالب هم برای شما ویدیوهای جداگانه بسازیم، مثل جنگ 12 روزه‌ای که اخیراً تو کشور خودمون اتفاق افتاد. با این حال ممنون و بدرود.